امروز حرم بانوی کرامت میهمان عزیزی داشت. پیکر مطهر شهید فخریزاده که حالا برای سفری کوتاه، آخرین زیارت و آخرین دیدار به دیار مادری آمد. اتفاقی بود که هم ایشون سالیان سال انتظارش رو میکشید و هم ما این عاقبت رو میدونستیم برای ایشون و چه زیبا بود. اگر هزاران هزار بار هم شهید بشه، باز اون تولید علم و اون تولید دانشی که در این جریان اتفاق افتاده خاموش نخواهد شد. واقعا اصلا استثناء بودن، یعنی تمام اونایی که ایشونو میشناختن اینو تایید میکنن. خیلی متواضع، افتاده، خانواده دوست. امروز گونه ها خیس بود، دلها بارانی که شهیدی غریبانه آمده بود. این ترور ناجوانمردانه از رذل بودن دشمن رو میرسونه که میترسه همواره از ایران اسلامی و دانشمندان ایرانی میترسه. شهدا خون سرخشان چراغ هدایت است، محور واقعی صلابت و مقاومت. غبطه میخوریم به حال ایشون. کاش ما بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. این مسیر هیچ موقع منقطع نمیشه. و نماز آخر که نمازی از سر اخلاص بود برای بنده‌ای مخلص که آسمانی بود و آسمانی ماند. خداوندم به ایشان نعمت شهادت را داد که بالاترین مقام یک انسان خداشناسه. و این آخرین وداع مردم قم بود با شهید فخریزاده که مایه افتخارمان بود و هست. پیکر این شهید گرانقدر پس از طواف و تشییع در حرم حضرت فاطمه معصومه برای خاکسپاری به تهران منتقل می شود. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.